اینم از کبابای حجیم و سنگین شادمان. شما فقط این صحنه رو نگاه کن. این صحنه خودش در اعماق بهشت. نگاه کن چی میشه با این کره. نگینی 300 گرمی، کوبیده 300 گرمی. واقعا هیجان انگیز. یه سینی کباب 6 نفره داره که داخلش یه جوجه با استخون، یه نگینی، 2 تا لقمه، یه بی استخون و یه ماهی سرخ شده و کلی دورچی، 6 فرس برنج ایرانی و همراه یک سالاد فصل مخصوص، 6 تا سوپ و سماور چای یا قلیون به انتخاب شما. مبلغش شده 2,250,000 تومان. یه سینی خیلی خفن پرگوشت هم دارن که 2 تا جوجه بی استخون 370 گرمی داره، یه دونه برگ 300 گرمی، لقمه 250 گرمی و یه شیشلیک 600 گرمی. قیمت این سینی جذاب پرگوشتم 1,990,000 بوده. اگر از طرف پیج من برید میشه 1,800,000 تومان. 2 مدل سالاد سزار هم دارن که با فیله سوخاری و فیله گیری دارن، هر کدوم 200